بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، درود و سلام خدا بر همه شما باد. با برنامه دامهای شیطان و گامهایی که شیطان برای گمراه کردن ما انسانها میگستراند. در هفته گذشته شروع کردیم به در درس گذشتهمون شروع کردیم به بیان کردن راههای کلی که شیطان برای گمراه کردن انسانها به کار میبرد، که در هر اسلوب و راهی هم که به کار میبرد بار دیگه راههای بسیار زیاد فرعی است و به تدرج کم کم سعی میکنه که ما را از خدا دور کند، از راه مستقیم دور کند. هفته در برنامه گذشته گفتیم که اولین هدف شیطان اینه که اگه بتونه انسانو مشرک کنه، انسانو کافر کنه، انسانو ملحد کنه، هیچ ارتباطی با خدا نداشته باشه، تا بدین وسیله همون گونه که خود را از رحمت خدا مایوس کرده است و جهنمی شده است، به همین صورت انسانها را هم از خدا دور کند، از رحمت خدا دور کند و در نهایت همطور که خداوند می‌فرماند لیکونوا من اصحاب السعیر، در نهایت جهنمی می باشند. این اولین و مهمترین و بزرگترین هدف شیطان هست. والاترین هدف شیطان این هست که انسان گمراه شود. کل هم و غم اساسیش اینه که انسانو از خدا دور کند، کافر شود. حالا اگه نتونست انسانو کافر کنه، خب چون معمولا انسان هم وقتی که فریب شیطانو میخوره، شیطان نمیاد مستقیما بگه که به خدا کافر شو، همین که برای خدا شریک قرار میدهد، میره بوتی میپرستد، قبری میپرستد، به ذریح این و اون میچسبد، بنده خدا مخلوقی را واسطه خودش با خدا قرار میدهد و صفات خدا به این بنده میدهد. همه اینها راههای شیطان برای گمراه کردن انسان هست. یعنی این شیطان به همین هم راضی میشود که بالاخره به هر نحوی شده انسان را از خدا دور کند، برای خدا شریک قرار بدهد و خود را هم شریک برای خدا قرار بدهد و خود شیطان هم پرستیده شود. حالا این شیطان پرستی یا مثل الان در عصر حاضر خیلی مدرنیته هم شده و داره متاسفانه جا میافتد اصلا خود شیطان پرستی، و یا اینکه حتی اینکه انسان غیر خدا را بپرستد شیطان پرستی کرده است. زیرا شیطان داره دعوت میده به اینکه انسان معتقد به خدا نشه. شیطان هست که سبب میشه که میخواهد، امر میکنه به اینکه برای خدا شریک قرار بدیم. اون حجتهای زشت و نادرستی که انسان برای خودش قرار میده، میگه ما روسیا هستیم، ما فلان هستیم، اینها بندگان صالح در درگاه خدا هستن، همه اینها شبهه هایی است که شیطان مطرح میکنه، در ذهن انسان قرار میده و در حقیقت اینها هم که همطور که خداوند فرموده خدا را نمیپرستن و شریکان را هم ندا نمیزنن، چون این شریکان کاری نمیتونن انجام بدن، نمیشنوند، نمیبینند و نمیتونن اجابت کنند. پس این شیطان را در حقیقت فرا میخوانند، یک کار شیطانی است. این از دیدگاه قرآن کسی که برای خدا شریک قرار میدهد در حقیقت شیطان پرستی کرده است، نه خدا پرستی. دقت کنیم، قضیه بسیار بسیار خطرناک است. خب حالا اگه شیطان نتونست انسان را گمراه کنه، نتونست که برای خدا شریک قرار بده انسانی، ما چه کار میکنه؟ ما درجه دومش اینه که راضی میشه به این مرحله. این مرحله هم بسیار خطرناک است، مسئله نوآوری در دین. نوآوری در دین به معنای انحراف در دین، یعنی اون چیزی که خدا پیامبر نفرمودن انسان بیاد از نزد خودش یک چیزی را در دین وارد کنه، اینو بهش میگن نوآوری، این بهش میگن انحراف در دین. اینجاست که این شخص میاد حالا خودشو یک مشرع، یک قانونگذار قرار داده، میخواد به گونه‌ای که خودش میخواد خدا را بپرستد، در حالی که خدا پرستیدن گونه نیست که من بخواهم، اون گونه که خدا میخواهد، نه اون گونه که نفس من بخواد، نه اون گونه که شیطان بخواهد، نه اون گونه که هوا و هوس و مثلا عرف و عادت جامعه بخواهد. این میشه شیطان پرستی. این میشه از راههای
گمراه کردن شیطان بنی آدم را، نوآوری در دین خیلی خطرناک است. معمولا هم نوآوری در دین سببشون قرائت‌های نادرست، برداشت‌های نادرست از دین هست. سبب این قرائت‌های نادرست یه سببی داره، یه علتی داره. علتش هم قلت علم و فقه در دین هست. طرف فهم در دین نداره، علم در دین نداره، احاطه به دستورات دین نداره، به ادله شرع نداره. یه حدیث میبینه، یک آیه میبینه، بر اساس اون میاد یک فکری برپا میکنه، گمراه میشه، مردم را هم گمراه میکنه. در نتیجه این انحرافی که پیش اومده به سبب قلت علم و فقه، دو انشعاب به وجود میاد. یک امکان داره خیلی متشدد و سختگیر در دین بشه، در حالی که دین درش سختی نیست، مطابق فطرت انسان هست. انشعاب دوم کاملا ضد اون هست، 180 درجه، خیلی سهل انگاره. اونی که متشدد شده میگه اگه کوچکترین گناه کرد، هر گناه کبیره مرتکب شد، خلاص این جهنمی است، از دین در رفته، کافر شده. و نمیشه گفت مسلمان هست، نمیشه گفت کافر هست، اما در آخرت جهنمی است. که این فکر خوارج و معتزله بود و این فکری که الان هم متاسفانه میبینیم. اون جوان‌ها یا کسانی که متأثر به داعش و افکار اینا شدن همین فکر رو دارن. گروه‌های تکفیری، تکفیر کردن بر اساس هر اشتباهی و کل جامعه اسلامی را جاهل و کافر خواندن. در نتیجه این تکفیر خب خونشون حلال میکنن، مالشون حلال میکنن، ناموسشون حلال میکنن، زن و فرزندشون حلال میدونن، خود را از جامعه کلا جدا میبینن. گروه مقابلی که ساخته شیطان هست و شیطان اینو دوست داره و اینه که میگن که بابا کسی که گفت مسلمان دیگه الان مسلمان هست، هر کار انجام بده. ما گفتی امت محمد هستم، خلاص کافی است، امت محمدی، میری بهشت، هر گناهی بخوای انجام بده. ما آدم که گفتی لا اله الا الله دیگه مهم نیست، هر کاری میخوای بکن. برو جوانی تو حال کن، 40 سال تو بگذرون، بعد از 40 سال برو توبه کن، یه حجی برو بعد از 40 سال. اینقدر این شیطان میاد و این نفس انسان رو فریب میده که غرق در گناهش میکنه به دین وسیله. و بعد هم چون این نسبت میده بر اساس یک دین که بابا وقتی گفتی لا اله الا الله دیگه کافیه، با این گفتی دیگه هر گناهی میخوای انجام بده ضرری نمیرسونه، مهم همین لا اله الا الله گفتن هست، تو در نهایت میری بهشت. دو گروه متضاد همدیگر 100% 180 درجه مقابل همدیگر، دو گروه منحرف کامل از دین. علت این وقتی نگاه میکنیم قلت فهم و فقه و علم در دین بوده. به وجود اومد یک گروه امت رو تکفیر کرد، یک گروه امت رو دعوت میداد به بیبند و باری که هر کاری میخواید انجام بدید، اصلا اهمیت ندید، هر لذتی میخواد زندگیت ببر، فقط کافر نشو. تو لا اله الا الله گفتی، به زمان که گفتی در دلت هم هست، خلاص تموم شد. خب این بدعت، این گونه بدعت هایی در نزد شیطان، بدعت در دین، نوآوری در دین در نزد شیطان از گناهان کبیره محبوب تر هست، چون داره ضربه میزنه به اصل دین، ضربه میزنه به اصل دین. بله، بدعت و نوآوری در دین در نزد شیطان بسیار محبوب هست که از گناهان کبیره محبوب تر هست. اینو دوست داره شیطان، چون سبب انحراف در دین میشه. انسان بگونه میاد خدا رو بپرسته که خودش میخواد، نه اون چیزی که خدا فرموده، نه اون چیزی که پیامبر فرموده. و همیشه هم علت انحراف بشر در طول تاریخ همین میبینیم دیگه. نگاه کنید وقتی که بعد از مدتی از وفات پیامبران کم کم انحراف پیش میاد در دین، توسط چه کسانی؟ معمولا کسانی که متصدیان امور دینی مردم میشن.
مردم اگه دچار انحراف شدن، این متصدن به خاطر منافع مادی و مالی خودشون و منصبشون این کار نمی کنند.